قصه میگم شما جا کجا رسته کنه من با اقبال شاه روم هر دو اینا دست بسته کارم. پس پهلوان وقتی گم 500 سواره در ناکهتیں چون عمر امیه پوجا سواران گندی به امیر گوشی بیا که تچین پهلوان کندی تبسم کنتیں بچکندگی جان چو بهرام نزدیک رسی سواران گوشی توقف کنی بوشتی و گرز 500 منیه زیری کست امیر کنتیں امیر نشته هیچ نگوشی و جا اصلا تکان نوا بهرام گرزه 500 منیه بسر امیر دوردن پهلوان دسته آیم در هوای گریتن داریتی بهرام هرچی قوت کنتن دسته را کت نکن دسته وتی پچگفت نکن چه امیره پس امیر حمزه یک مشتی من گردن آیه جانتن ما خاک تو کا کپی وجه گلتی خاک تو کا کپی تو عمر امیه با سواران ایدگه شیشه نبتا پچکن تو وجه نبت پر ریچی آس جانتن تمام او داشت وجه تچان بهرام همودا کپی سواران به خدمت شاه کن کیفیت باز نمود کنن شاه چون که مار پیما پیچ ورگا لگی بود پیچ و گوشی کن که ای مهمه چه پیشا چس بکن شاه چوک که آیه لقمان بن منظر گوشن پاد که سر بر زمین یرکن احترام شاه کن و 1000 سوار همراه چوکه وتی روانه کنده که در میدان ده میدان لقمان بن منظر گو سواران کهتن دور تا دور امیر احاطه کن گریت دور تا دوره وجه گریت چو تیک کشی بر امیر حمزه و چیکن پهلوان جان دست آیه گریتن تیگا هنچو در گردن جانتی که آیی هم وتمنى بهرام کرا گلتی یعنی اموده کپی وجه عمر امیه گو شیشه نبتن حمله کن سواران تچن لقمان اموده جا مانی و با شاه خبر رسینه چون شاه چو گندی پرمان دانتن تبل جنگ جنانتن تمام لشکر یمن در ندارگن چون امیر عالم پهلوان عرب چه دورا نظر کن که منظر شاه گون لشکر مزنه وتی در ناد که بخانکا وجه اسحاق پیغمبر سوار بی در میدان اوشتی شاه منظر گوشی تا پوجا سپ آرایی بکنم نامداران بهادران حاضر بیم بعد منظر شاه گوشی کن که چه روی در میدان که یک سوار یمنی روپ میدان کاری مقابل امیر اوشتی امیر گوشی بیار آچه که داره زمردی نشان که گم باد که ها بیار آنچه داری زمردی نشان که گم باد نامت زگردن کشان که کم باد یا گم باد وجه شیعه سوار تیک کشی به امیر حمزه حواله که امیر همه طورا که بجای وتی اوشتاتا بیتا دستا وتیگا ما هوایا ترینی یا مشت بگردن آیه جانتے آهم با زمین نکپی جان دانتے شاه منظر دیگه که دیم دان که تو برو کارزار بکن مردم پا میدانه که گرز 500 منیه با امیر عربا دور دانتے امیر دستا آیه ما هوای گیری دست چپا در گردن آیه جانتے و آیه چه اسبا
چس کنته ترینی تی دور سرا وطیگا هنچوش به زمین جنته که هر دایت درو خورد من با خاک یکسان بی که تمام لشکر آفرین و شاباش شد. چون منظر شاه ای پیما گندی حکم کرده که یا بارگی حمله بکنه و فرمان شاه تمام لشکر یا پارگی به امیر حمله کنه. امیر جهانگیر دست بس همسام و کمکام کنته. عمر و امیه هم نبت با لشکریان پاشی و آسه جان گوشی هنچو حاکستر و دود چست بی که کسی به نظر نیته. امیر هر یک که با کتبا جانتے با سرا جانتے با پادا جانتے با سیرینا جانتے با پهلوگا جانتے با هر جا که زم از سمساما کم کار با یکی دو کنتے دو چار کنتے هر یکی در کمرا جانتے مانند خیار دو نیمی کنتے. عمر امیه شیشه نفته رها کنتے و هیاهو مردانی نعره دلیرانی تراک تراک گرزگران و سران چوگشی کوه گردان خون همچو جو روان بی. منظر شاه چون امیر جهانگیر ای پیما گندی حیران بی و پتچگا روبا گریزا نادیتے ہیں وجہ پتچگا در حصار در کہتے ہیں دروازگا محکم بندی خندقان پر آب کانتے ہیں. امیر هم تری برگشتی تریت و پت و نصرت و پهلو مالان کرا کہتے ہیں. منظر شاه عباس و ابو طالبہ طلب کن گوشی راست بگوشی ایشان کہیں پدا گوشنتے ای پادشاه ای سوار میں برات هستیں آدگه پسر امیه هستیں و چه آیگا ایشانگا ما را هیچ خبر نیستیں. شاه گوشی پرچیا اولش ما نگوشته. عباس گوشی چونکه شما دیر گوشته بیتا ما هم نزانتا بیتا که کهیم ما نزانتا پتون عبدالمطلب مردمان مانی کتا بیتا که حمزه چه برگا خراج آگاه مکنه. چون منظر شاه زانته که حمزه هسته زود به استقبال آیه درناکه. عباس هم دیما رو به حمزه گوشی پادشاه یمن به خدمت تی ما آیگیم باید که تعظیم آیه به جا بیاره. امیر گوشی اگر آیی قبول کنته که خدا تعالی یکی هستین دین ابراهیم برحق هستین آچی آیی بوشی بسر و چمان قبول کنو و الا در حصار دور حصار نشتگو هر که در نابیایتین آیا گوی تیگ گونای گردنا جانو به جهنم واصل کنو حصار هم خراب کنو. عباس و منظر شاه که پیتا گوشیدن که هرچی حمزه بوشی هما پیما بکن. منظر شاه اقرار کنده که خدا تعالی وحده لا شریک هسته که دین حضرت خلیل الله برحقه. امیر حمزه بنده خدا هسته چونکه ای خبر با امیر رسینه باز خوشحال بی و گوشی که منظر شاه بوشه که بیایتے ہیں. وقتی منظر شاه کہتے ہیں آیا ما کراوتی گریتے ہیں در وقت مقبل حربی و سپاه وتی رسی. بعد منظر شاه امیر حمزه در حصار بارتین و با تخت وتی نندینی و شرط مهمانداری بجا کاری تا 40 روز مهمان آیه بیتن. امیر حمزه و جایی مهمانداری کن تو یک روچه عمر امیه با تماشه شهره روته گندی که مردم دسته دسته ما شهر تچگن روگن. عمر امیه چه کسی جست کن که این مردم با کجا روگن با چی واسه تچگن روگن. مرد یک مرد گوشی که دکتر پادشاه که آیا همایی گوشنته دعوایی هسته هر مرد پشت آیا با زمین بیاری بجنته آیا با مردی قبول کنته اگر مغلوبی بیته یعنی جتی مکن سرا آیا چه بدنا جدا کنته. چند سال هسته چند سال که شاه و شاهزادگان با خواستگاری آیگه پیدا نامزدی و گوایی زورا آزمایی کننده کسی آیا به زمین نجته چون به زورا گوایی
در نیایم ناچار سراوتی چه دستاده در هر سال 2 روز معین کتا مرچی روچ جنگ و کشتی هستیم و چه هر شهر و هر مملکت شاهان و شاهزادگان اتکگن تا چه پرده غیب چه به ظهور رسی عمر امیه ترید تو یک کیفیت به امیر حمزه گوشی امیر حمزه هم سوار بیته به میدان کهتے گندی که در میدان به سر یک نیزه بدنی نصب کتگه برزا آییگا یه حلقه انگشتری و جای یا مندری که ایره کتمی نیزه سرا چسبین تگه نکیبان بانک جنن تین نوکران نکیبان بانک جنن آواز دهن هر که تیر چه سوراخ یا انگشتر مندری که بگذی و مندری که وقتی جاگه بی تو مکپی تیر رد بی مندری کنی تکان موا گوڑا همایی سبکان گو همایی گو همایی کستی گریتے ہیں وجہ یہ اولی شرطی نہیں وجہ نیکی بانک بانک جنا آواز دیں وجہ مندری کا یرکنا میں نیزہ سرا انگوشتره گا و پیش طائفه که روانتين بزور او همیشه وجه انگشتری اوشی یرکا و پیش هما طائفی که بروتين بزور آئی چه صدر زینا چه چست بکن همایی آئی نام واجان هماییه همایی جن آئیه بیتن تمام خلائق منتظر همایی بینتن ناگهان همایی وجه جلوه کنان چو طاووس مست کهتن چه دل عاشقانیشو درکه فریاد چه عاشقانی با آسمان اوش رسیدن پس ندا یعنی آواز دهند که ای شاهان ای شاهزادگان ای گردن کشان هر کس آرزوی مرگ هستن در میدان بالا بیایتن جوانی اسب در میدان تاچینی جگلان کنتن کهتن چس اوشتی وجه خاک با چرک گردون اوشی پشانی هم دست با کمان باردن تیر در شست در کمان یرکن تیر گوشی جوان جولان کنان چه حلقه انگشتری چه گوزی پس انگشتری گوزی بله انگشتر سبکان نکپی پس یعنی دومی میدان پس گوی که همشه باید زور آزمایی بکنن در میدان وجه در میدان کان هما و جوان هر دو این چوگان گوشی به دست گرنته و زور بازی کننده یعنی جوان هر که یعنی آیه چه اسپا چسب بکن زمین نبجن جوانا کہتے ہیں بازی کنان بھی تو همای دیما کہتے ہیں پس دست در سیرین یہ شی سیرین گیری آئی سیرین یک کادر کمرا گرانتے ہیں زور آزمایی کنا جوان چون که لوٹی همایی چست بکنتے ہیں چه اسپا رانا قدر برکیا چوتی دیما چه دور کنتے ہیں وقت با مجرد ایک نظر جوان با دیما آیه کپی 360 رگ آیه سست بی هما حالتا قوت کنتن جوانا چه صدر زینا چس کنتن بالا سری با به زمین جانتی جوان هنچو لوٹی که بجنبی چه نیزه به سینه جانتی که چه پشت آیه درناک ہے افسوس چه تمام خلائقا چس بی چون امیر حمزه ای حیله آیه گندی گوشیدن ای عمرو دیده این ناظرانای بدلبری جوانی چطور بیجانی کت گناه چه من هستن که در حضور من ای پیمه ظلم وارد بیتن پس پدا هم باز چاوشان بانک جننتین آواز دهنتین که شاهزاده بیتن از ملک حبش که آیی تاوک حرامان وجه گوشن که چه اشتیاق هما سرگردان بیته داخل میدان بی تیران چه حلقه انگشتری جنتین تیری گوزی پس
دست به چوگان بینده تا خرامان گو چه همه پیما وقت هما دیم پا دیم بین وجه دست به دوال کمره گیرن یک کادگر جننده در زور بینده که تا خرامان که لوٹی که وقتی من هما شاهزاده لوٹیشه چست بکن حبشه لوٹی دوال کمری بگیری زور آزمایی یا چست بکن چسبا چست بکن شوق چم باز گوشه نکابا وطیگا کمو که وطی اونا پچکن نکابا نه تا خرامان با مجرد گندگا روح همایگا سست بیته آی بدن سست چون عاشق آیا گندی سست بینه و هما ها آیا به همه حال توکا که لوٹی چسب بکن زمینه بجانتی که نیزه به سینه آئی بجانتے و آیا بیجان بکن امیر حمزه نعره جانتے که پاد آیا بر رکابا جانتے نزد همایی رسی و چه حیبتا نعره حمزه همایی خلق تمام حیران بیتے پس امیر حمزه دست چپ و تیگا دراج کن با 2 انگشتا دوال سرین همایی گریتیں و آیا چسبا چس کنتے با هوای پرتاب کنی با آسمان نیمگا پا هوای ویلی کن ردی کن پا هوای نیمگا که چه نظر خلقه گا چون مثل جنگی پیما هوا تو کا پرتاب کن هوا تو کا رو منظر شاه وجب دیما که گوشی ای حمزه صدقه ثروت همای بگر تا هلاک مبی که به ای دکتر مسک علاقه مندو چون که هما چه هوای پرود که جان پهلوان همایه گریتیں و آهسته بر روی زمینی آهسته بر روی ذهنی ایر کن تمام خلق با آفتاب اهل عربا امیر حمزه آفرین باشن تا خرامان با پای حمزه کپی مسلمان بی خلق بندگی آیه در گوشا گریتن تا باقی عمر در رکاب امیر حمزه بی والله عالم وجا چینچو بیچارو حبده دکت من کلا این شکلی بستی من طبیعت کم که زبر نه من اراده یه توار بندیه گا بله ما هم در داستان هفتم واجه میشه گوش در واجه هم بستینی نه همین چون بازه کال گپه کورن چما بلوچی بطلی جنم پتی عرص بازه ناکامی دلگن شامی میشه چور کاسک پر نوشن واجه هم ببخشی ما سلامت باتی واجه هم الله شما سلامت و تندرست و سرحال بکن واجه من طبیعت اگر زبر بیته من 3 بار جلد هر شب 3 بار جنو بله این شپی تو بگر اما نزدیک 3 که نزدیک 2 شما اوشه داستان هفتم هم جنو من داستان 4 شروع کتگا هفتم هم رستم خیر دیگه چون دی جنو 25 دیگه بی او 24 بی مشکل نه این اکثر من طبیعت هم زبر نه بله یعنی شما دوستی هم مجبورم 2-3 منٹ دیگه جنو که بی 25 دیگه نه وجه داستان هفتم مضمون داستان هفتم مراجعه کنک امیر حمزه چه یمنا در مکه معظمه و جنگ آیه گو هشام بن اکلمه و کشک آیه هشام خیبریه به دست امیر حمزه و گرگ تاج و تخت نوشیروان بن کباد شهریاره چه هشام چو وجه لکوک روایت کنند که چو امیر حمزه چه کاران طایفه‌ای پارگ بیتن در بارگاه شاه منظره کهتن شب و روز اوده با خوشی و خرمی و گوازینی لیکن هما طایفی مشتاق همسری پهلوان بیتن و پیغام دانتن که ای جهانگیر منا با کنیزیا قبول بکن امیر حمزه بوشی ما اجبر چو تو ناظرانایی که در نکاح در نیارم هرچه طایفی و وزرا خلایق امیر حمزه منت کننده اصراری کنن منت کنن سود ندم امیر حمزه گوشید تو کهرامان پادشاه زاده حبش هستی و در عشق تو و ترا
پدای کتا شوهر تو هم همایی هستین تو هم آیا قبول بکن. همایی طایفی وجه قبول کنده. امیر حمزه همایی به دین اسلام در کاری و عمر امیه گوشی کشن نکایا توک حرامان گو همایا بان آینام توک حرامان بیا حبشیه نکای گو همای گونه وانی عمر امیه به مجرد اما نکای وانی تو مطلب نکای وانی امیر حمزه چند روز در عیش توکا که بیته همودا شپی در واب توکا گندی که مکه معظمه یا لشکر یا محاصره کتا چا ترسا چا وابا آگا بی و چا وابا با عمر امیه گوشی من روم چا مکه خبری کارم. پس عمر امیه چا یمن روانه مکه بیته چو باد پیما چو گواد پیماشی را رو تا آکه به مکه مبارکه رسی گندی لشکر مزنه مکه محاصره کتا چه کسی جست کن ای کجا لشکر هستن سردار این لشکر نام چیه باشند که این لشکر چه زمین خیبرت که سردار لشکر نام هشام بن اقلما خیبری هستن که در دیما وتی پتیگا تعهدی کتا که نوشیروان کباد از زنده دستگیر کنو بیارو در مدین هم ربطه و نوشیروان در شکارگاه بوده شهری خلوت دیتا ناگهان به شهر یورشی برده اسپان و هرچی اسب بیتا اساس بیتا نوشیروان تمام گارت کتا چه خوپا لشکر نوشیروان چود تدکه در این مکان رسته اتکا گوشکن که این مقام ما خراب باید بکنم پرچیا که چندین شاه قصد این مقام کتا فتح نکتا مکه ما اشیا فتح کنم به این خیال مکه محاصره کتا عمرو جز کن که قد هشام چینچو گز هستین چینچو لشکری گونه گوت هشام قد 70 گزه 70 گز قدی هستین و 80,000 سوار همراهی هستین گرز و 300 منی هم در جنگا به دستا گریته چو عمر امیه تمام داستانش یک معلوم که کنته چو گل بانک پیموشی با قدما جند به طرف یمن پیش گیری صوبانی بانگوای تیما وجه یمن راه در پیش گریتن که ولیکن امیر حمزه چه یمن یک میل راه پیشت که نمانتا که در راه با عمر امیه رسیو عمرو گزارشان با امیر حمزه نقل کنده امیر حمزه گل لشکر وتی گوشی شما چه پشتا بیای من با تعجیل روم مکه در دست این ناپاک خلاص کنم پس سلاح وتیگا پوشید با خونکا وجه سوار بی اسا که عمر امیه دیما کپید تو هر دومه چون مثل برق پیما وجه روان بین چموده صبح صادق که دمی با لشکر هشام رسنده پس دست راست وشی بر چس کنته به گوش چپا داری دست چپا وجه بر راستا داری و سر بر زمین وشی با زمین سر پرود کاری هنچه نعره جانته که 16 پرسخ وجه 16 کیلومتر چه پرسک نه هر یا پرسکی 16 پرسنگ زمین و زمان کوه و صحرا به لرزه در کردن هشام وقت لشکر وتیگا گوشی ای چه آوازه بید که گویا آسمان به زمین نکرد یا کوه به کوه آورد تمام حیران مانه که حمزه گوشی انا حمزه بن عبدالمطلب کسانی که در مکه معظمه شو محاصره کده نعره حمزه و اشکود شاد ببی لیکن عبدالمطلب
یعنی پریشان بی چه آوشی چوک نه گوانده انگا کسانه که گوشی امیر حمزه چوکی تنهای آیا با خدا سپرد نکده چون هشام این نعره اشکن چون محاصره قلعه دیم بسوی حمزه کنده اهل مکه چه تشویشا خلاصی حاصل کننده که یعنی آنچه محاصره ویل کن دیما گو امیر کنده امیر حمزه کنده تمام لشکر کپاره دیما به طرف جانب حمزه کننده و عبدالمطلب به تمام جمعیت چه مکه دنا کہتے ہیں خیمه جانتے ہیں چون امیر حمزه گندی که هشام وقت در میدانات کا خونکا وشی رکاب کانتے ہیں و وقت وشی کہتے ہیں وجہ پا میدانا وشی ای کافر بیار آچ در بازو داره هشام وشی دست با عمودا بارده امیر حمزه سپر بر سر کشی هشام هنچی عمودی بر سر پهلوان جانتے ہیں که آواز آیه هر دو سپاه اشکنا دلاوران گوشن اگر ای مرد 100 اسکندر ببی چه ضربا ای عمود ما خطره ولیکن امیر حمزه و عمودا به هیچ زیان امیر حمزه نرسی ردی کن چون هشام حمزه اوشتاتا گندی گوشی ای عرب خیر سر انگا تو زنده هسته امیر گوشی آن که نمرده است و نمی میرد خداست آن که تغییر نپذیرد خداست ما که زنده ایم به فرمان او زنده ایم بعد به هشام گوشی ای کافر ترا 2 حمله دیگه من داتا پس عمود دومیا با امیر جانتے ہیں امیر ہاں آیا رد کانتے ہیں ولیکن خونک اسحاق پیغمبر وش با آواز در که پس در حمله سیمی هشام عمودا بسره امیر هنچو جانتے که 360 رگ امیر حمزه خبردار بی و 44 حد آیا وش با جنبش در کنه امیر حمزه و تارا مردانه داری نوبت چون که به امیر حمزه رسید تیگ خون آشام چه نیام آگوشی و چه پوشا چه کشیدی در خانه زینا که اوشتی هنچین اوشی به سپره هشام جانتی که چه سپره چه گوزی با و تو یعنی به سرا هشام رسید و چایی سرا چه سرازیر بی با گوٹا چه گوٹا با سینه چه سینه و جهان با چه سینه با کمر وقتی لشکر خبردار بیتن که هشام 2 حصه بیتا با زمین کپتا پس حمزه خانکا وشنچور رکاب کانتن در میان لشکر کپیتن هر یک با سرا جانتن همچو وشی چی پیما وجه 2 کپی کن گوی پیما سرا آیه بوری هر یک که با سرا جانتے ہیں هر یک که با کمرا جانتے ہیں هر یک که نزانو پا پادا جانتے ہیں مردانه اوشتی همه پیما عمر امیان شیشگا نبتی اوشی آس جانتے ہیں که آس جانتے 2 سوار با نبتا وطمنا آس جان خاکستر کن لشکر هشام چند ساعت جنگ کنانتے ہیں و سپاه امیر حمزه رسی امیر حمزه با لشکر گوشی بجنی یک کپاره هنچو با روایت بیتا که چندان سر کپاره که بورته که در هر کنکره گوشی در هر کنکره خانه کعبه 10 سر گوشی آویزان بیتا که و غنیمت چندان به دست آورده که جمله سپاه عرب گوشی درو یعنی توانگر بیتا یعنی سیٹ بیتا و چتر بارگاه نوشیروان تخت کرسی تمام اسبابی که هشام چه مدان آورده بیتگن تمام به دست امیر حمزه کپنده و چه پشت لشکر که ای تچی آکه وقت طاقت نیارن تچن پشت لشکر 4 پرسا کن دنبال روانده پهلوان دیگه انانا کشی گوشی تا لشکر باز گردن یعنی بتر امیر حمزه و
مظفر و منصور وجه برنده بی بازتری در مکه कहते हैं अब्दुल को तमाम खलाइक चशारा डन्ना रो हमजा در و پادان وتی پته کپی عبدالمطلب فرزند وتی ما کرا داری دعا پراوان بجان حمزه پهلوان کنته شکر حضرت احادیث بجا کاری اللہ تعالی. پس امیر حمزه گوشی تا بارگاه نوشیروانگاه نصب بکنن تخت و کیهان هرچی بند درست سنگرن سنبینه اما وقتی من آی شاه تخت تو اوده نوشیروان ایره هما وڑنگرن جنانت کرسیان زرینان درستان وجه تختاج جنانت درستان ردیب کنن. امیر حمزه گوشی نندک به تخت شایسته من نه. عبدالمطلب گوشی هنچوشن پتی فرزند عزیزم پرچی که ای فرزند تو اولاد ابراهیم خلیل هسته ترا به تخت کافران نندک آر بیتنی ای بین. لیکن عبدالمطلب خوب چه پادشاه هفت کشورا یک گپا کن و عمر امیه گوشی یا امیر زود به تختا بنند. امیر حمزه تبسم کند و گوشی پادشاهان خداوند عزوجل هستیم ما تمام بنده آیه محتاج با آیه. پس امیر حمزه به کرسی جهان پهلوانی نندی و تخت پادشاه ها گوشنت روپوش کشن. پهلوانان عرب تمام به کرسیان نندن و خوراک کارند و ورند و نوشن. بعد ساکیان سیمی نوشی ساک و ساز و تمراک و آرتی ماتما ساز و دول و آزاد بیته تو بیته کتابان چو لگته و سازهایش گوناگون با خوشی واسطه واجب به گردش در کارم. مطربان خوش آواز و دپ و داپ و چنگ به نوازش در کارم. کتاب هنچو لگتنی نزانی باری از زمانگه بیته یا نه. می حجاب از چشم مردان برگرفت چشم ساکی باده احمر گرفت. تمام دعا به جان امیر حمزه کنند و عمر امیه کارهای شیرین و خوشمزه کنند. تمام حصار مجلس اوشی آفرینی وشم. پس هر روز هر شب به همه نو بسر برنده با خوشی پیما گوازینند. داستان هشتم واجا همشینی همدا ما داشت منگو وانی کم که ولی بازشو منگو 25 کنم ولی 30 من کلا بازه 32 33 ندارم چیز کن. سلامت باتی واجا این داستان همدا یا دیگه انشالله ما لوٹے همدا مچاره بوده کم نه. سلامت باتی واجا 33 دیگه کامل بیا الله مهره شپنش ما وشو درو باتی سلامت باتی الله مهره لفظ چون 33 دیگه تو 11 و 13 ثانیه